ایران هم دیگه فایده نداره، با یه فکر بکنم به یه جای مهاجرت کنم. نه پول دارم، نه ماشین دارم، نه آینده‌ای دارم، نه روزگاری دارم. یه رو آب هست برق نی، یه رو برق هست آب نی. بلنش هم مهاجرت کنم. هانی من اینجوری نبین الان تو 15 متر جا زندگی میکنم با اتوبوس این ور اون ور میرم. من بچه تهرانم، تو زعفرانی خونه داشتیم، خونهمون 400 متر بود. شغلم چی بود؟ بابا یه شرکت داشت 800 تا نیرو داشت، من فقط اینا رو کنترل میکردم. همین بنز دم در شرکت، راننده شخصی، همه چی اوکی بود. خر شدم من. اسمم چیه؟ اسمم مکسه. اسمم جلال بود، ددی گفت اون بر رفتی اسم تو عوض کن بذار مکس. تهرانو بلدی؟ میدونی اصلا تهران کجاست؟ تا حالا تهران اومدی؟